نباشد زندگی کردن ممکنه. خم خیلی ریخته باشد زندگی کردن میگی نمید بری ای روستا توری جوان مرد اینا خود در دهت بنوازه و تو بگوشی فقط فکرش چیه یکی هم طلاق نشید باشد یه بچه به یه حال بگجو میرسی لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة. هر قومی که همین رهبری و سیادت قیادتش در دست زنک های رشته در دست زنک های هیچ وقت رستگار نمیشود. حدیث امام بخاریه. سبحان الله. همین خاطر حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید کرد فاصفر بذات دین، صاحب دیانت انتخاب کن. دیانت که داشته باشه انشالله هیچ وقت پشیمون نمیشه. اگر حسن جمال هم نداشته باشه، مال و ثروت هم نداشته باشه، اگر پدرش وظیفه و منصب هم نداشته باشه، دین و دیانت داشته باشه که با خدا قسم دیده در روی دمو خونه آرام میگیره و تنج میشه و ای بای چند سال میگذره میبینی که همون پدرت ای دخترای خچم بولوش میدونه و خدمت هم بکنه، مادرت ای دخترکای خودش بولوش میدونه. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که اگر پارسا باشد حضرت شیخ سعدی میگه اگر پارسا باشد خوش سخن نگه بر نکویی و زشتی مکن. زن اگر زنی پاک دامن باشد، سخنی خوب داشته باشه، شوهر با تبسم استقبال کنه، با تبسم گسیل کنه، دیگه نگاه نکنه با زیبای بیزیبای. ربی زن خشمنیش دل نشانتر که خوب که آمیزگاری بپوشد عیوب. ای همون زنی صاحب جمال ده، زنی که چکچکیه دیده درای، زنی که خدمتگاره، حضرت میگه به مراتب بهتر و خوبتره. زندگی را همین میکنه خطی شوهر، راحت جان هم همون شوهر میبینه. ببرد از پری چهره زیشت خوی، زنی دیو سیمای خشتبع بوی. همین بیچاره شیخ سعدی هم قیمه غوجن نمیدونم ای کدام عبارت ها میگیرن، همین غلطش میگن که ما درست شا گفته استیم برای همون کسایی که همین نظم را میگن و متاسفانه میغوجنش. ببرد ببرنه ببرد از پری چهره زیشت خوی، زنی دیو سیمای خشتبع گوی. او گوی او جوی نیست، یعنی که زنی که صاحب جمال نیست بیزیبای، نه که خوش طبیعت، زبان شیرین داره، خدمتگار خدمت میکنه، حرمت احترام شوهر و حرمت احترام خسر و خشتامان هم میدونه. همون میگه ای همون پریچهره بدخوی بدفعل ده بالاتر میسته. گوی چوگان است میدونین اخیا، چوگانش کلوچکای، گویشون هم توپکای، یعنی که غلبه میکنه. این بازی را میبره همیشه دست بالای در حیات. همین صاحب دیانت با اگر او صاحب دیانت حسن جمال داشته باشه ماشاءالله، با اگر مال و حال داشته باشه، با اگر انشالله حسب و نسب داشته باشه نور علا نور میشه. نه که میگم که این طریز هم بسیار کم میشه، بسیار کم و نادیره. هر وقت زنی را انتخاب میکنه در همین مد اول باید که همین دین دیانت شد مونه. اگر مانده انشالله برد میکنه باور کنه این مال حال دیگه همش همین آینده و رونده یک چرکی بسته. حضرت علی خودش روایت کرده است، حدیث در مسند امام احمد اومده است، میگه جهز رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه فی خمیل و قربه و وسادت ادم حشوها افخیر. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه وقتی بیبی فاطمه را به خانه من گسیل کرد، همین جهاز بیبی فاطمه همه اشیایی که قطعش بود عبارت از سه چیز بود میگه. یک چادر، یک مشک برای اوگیری و یک بالشت ای پوستی بره، ای پوستی میش در درونش با اسخیر پر میکردن عربو. پرتر نبود، ای پر نبود، یک گیاهی از با نام اسخیر هم را پر میکردن در درونش. حشبش همون بود است. قاضی عیاض در کتاب الشفاش همین را چند چیز دیگر هم کوش کرده است.
در روایت دیگر که میگه بیبی فاطمه یا طبق چوبی داشت همچنین یا پر پاپوشی نو داشته است نه علیه یک مسواکی اولی استفاده ما کرده داشته است یک سنگ دستاس سنگ دستی و تاس آسیابی دستی را میگن اولی موزه ده هست اینه موزه میلی ده خیلی که مصفیدو دیدین میدونن بچه هایش نمیفهمن همه یک مشت دمشت گندم جوا میگرفتن به دختن ارد میکردن و یکون توگی میکردن میخوردن مردم زمانهای پیش همتری از سنگ دستاس میراث مادرش به دستی بیبی فاطمه زهرا و نهایت یک بوریا داشته در ما بوریا را ای قمیش میبافن در عرب از لیفی خرما میبافنش ای پوستی تنه خرما او پوستی تنه خرما را دیده هیچ خیل قوسی همتا درشته ای همون یک بوریا چهار داشته است خدا رحمت کنه شیخ عطورا همین را به نظم کشید است همین قصه را میگه اسامه گفت سید داد فرمان که بوبکر و عمر را پیش من خوان حضرت اسامه ابن زید فرزند زید ابن حارثه این لوبیمچی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بود همین لوبیمچی در عربی حب میشود این را حب ابن حب میگفتن یعنی لوبیمچی که بچه لوبیمچی پدرش حضرت دوست میداشت زید ابن حارثه یک زمانه بود که پسرخوانده حضرت بود خودش کلامش کرده همه اسامه را به حد دوست میداشت حضرت حتی اگر یک کاری مشکل میشید است جرأت نمیکردن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم چون بیاید همه اسامه را بفرستادن او برای میدونستن که حضرت نازی اینا میبرداره اینا دوست میداره اسامه میگه که یک روز حضرت امر کرد گفت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما را دعوت کرد این حضرت ها نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم حکم وزیر داشتن قطعیشون مشورت میکردن همه کار چه پیش آمد ابوبکر و عمر نیست پیامبر خواند زهرا را بدر نیست بدو گفتا جهازت هر چی داری چنا خواهم که در پیش من آری وقتی میگه اومدن حضرت بیبی فاطمه را صدا کرد گفت بچم جهاز چیزی داری بگی بیا اگر چی نوری چشم ای دل افروز به حیدر میکنم تسلیمت امروز تو نوری دو دیده منی حقیقتا دختر دوستداری حضرت صلی الله علیه و سلم نه که دختر باید شوهر کنم سه کاری هست که هرگز باید مسلمان تأخیر نکنه یکی وقتی نماز اومد باید به تأخیر بخونیش دویم جنازه را که آوردن باید تأخیر نکنن مسلمان نگن که ما کار داریم نماز جنازه را ادا کنن